سلام دوستای عزیز، وقتتان بخیر. امروز روز 9 محرم است و ما میخواهیم بخیر که نظر شول زرد را آماده کنیم و فردا دهم است که همیشه من روز 10 پخته میکنم، ولی امروز چون من فردا کار داشتم روز 9 هم بسیاری ها پخته میکنم. خدا قبول کنم، نظر فرق نداره. یک روز پیش مهم نیت انسان است که ما ایره به نام خدا و ثوابش را به شهیدای کربلا بخشیدیم که خداوند به دربار خود قبول کنه. ما دیگه نه و برنج انداختیم، 1.5 ساعت شده که همین قسم جوش میخورم. زرد باید دانه برنج خوب باید بشاره، قدر بشاره که دیگه اینجا رو که میبینین توی یک لعاب بکشن. دانه ها اصلا تو که کفگیره میگیرین معلوم نشه و چشم و دانه برنج که خوب رفت، ما وقت باز شکر یا بوده اضافه میکنیم و بعدش که با شکر خوب یک چند دقیقه باز دوباره ما شور دادیم و مخلوط کردیم. باز زعفران و گلاب بندازیم همراه ایل. باز 10 دقیقه 20 دقیقه دیگه خوب جوش میدیم. بعد از او باز کم روغن داغ میکنیم مندازیم. بعد دیگه دمش میدیم، میمانیمش که خوب صحیح 1.5 ساعت دم بکشه. بعد از او باز دیگه تقسیم میکنیم. باز آماده شد، من دوباره براتون نشان میدم. عزیزان بیننده، من الان دیگه وقتش رسیده که بادام خود بندازم. با صفا شستیمش و گلابه بریزم و یک قاشق غذاخوری ایل دارم که یا میدم داخلش و یه خوب زعفران خودم مندازیم. زعفران ما 3 ساعت شده که ما ایره دمش کردیم و ماندیم که تا خوب صحیح رنگش برایست. دیگه باز دیدم کم میشه رنگش، کمک زعفران دیگه با به جوش دم میکنم و اضافه میکنم و ببینیم که رنگش چه رقم میشه. به نظرم رنگش بسیار نامطابق خوب شد. یه ایل است که ذره خود کلولگک میکنم. میتونیم راحت کفگیر درش کنیم. ببخشید که من ویدیو میگیرم و هم میمونم یک چند دقیقه خوب
جوش خورد اندازه یک 10 دقیقه که کل چیز باز دیگه روغنش هم مندازم و دیگه دمش میتم. فعلا میمانم که یک 10 دقیقه جوش بخورم. عزیزان دل اینه دیگه شما درد ما آماده شد بخیر. برای من خوب بسیار مزه دار بود دیگه. انشالله که شما هم درست کنین و خوشمزه بیه.